میگفتم آبجی حلالم کنی، من میخوام برم، دارم میرم به دامادم میگفتم دامادم منو حلال کن، من دارم میرم، برای همیشه دارم میرم. چون توی اسپریت باکس هم گفتش که با دختر خانواده کار دارم، با جونش کار دارم و اینا. شنیدید درسته؟ چی؟ گو بچه گو بچه گریت هم خواست بگیره، اشکال نداره، گریه کن. خوابای جنسی هم میدیدی؟ من شما میدیدی؟ اذیتتون میکردن؟ بهش میگن آب و خون یا آب و زهر بهش میگن. این اجنه کوچیکی هن که تو بدنشونن. ما متوجه نمیشیم، هی دارن راجع به دختر بچه صحبت میکنن. حالا آخرش کامل متوجه میشید که چرا راجع به دختر بچه صحبت میکنن. به احتمال خیلی زیاد یه رمال یا یه دانویس اومده توی این خونه از موی این دختر. خب رفقا، اومدیم پیش خانواده عزیز دیگه، داریم وارد خونه میشیم. مشکل ماورای زیاد دارن توی خونه. بریم ببینیم از چه قراره، داستان چه جوریه، با هم دیگه ورود میکنیم. برو داخل، برو شما داخل. یالا رفقای من حتما این مستند رو تا آخرش نگاه کنید. این مستند یه فرقای خیلی اساسی با مستندهای دیگه داره. یه جورایی کارگاهیه، یه جورایی مرموزه، یه جورایی باید کارگاهی برید جلو، یعنی باید اکتشاف بکنید، ببینید داستان از چه قراره. حتما تا آخرش با من همراه باشید، چون آخر سر تازه متوجه میشید داستان از چه قراره. نه ارثی بوده، نه کار پدر خانواده بوده، نه مقصر خانم خانواده بوده، هیچ کدوم. اصل کار دختر خانواده است که این موجودات گیر دادن به دختر خانواده. رفقای من توصیه میکنم تا آخرش حتما همراه باشید. این داستان یه جورایی، این مستند یه جورایی کارگاهیه، یعنی مرموزه، باید برید اکتشاف کنید تا آخرش. تازه آخرشه که معلوم میشه از چه قراره. دختر این خانواده یه دختر بسیار باهوشیه، درسخونیه، با اینکه سن 15-16 سالگی هست، ولی نه به پدر خانواده ربط داره، نه به مادر خانواده ربط داره، به هیچی ربط نره. فقط و فقط این موجودات، این 9 تا 10 تایی که تو خود اسپریت باکس میگن توی خونه حضور دارن، به دختر بچه کار دارن. سلام به رفقای عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. امشب اومدیم سراغ یه خانواده عزیز دیگه که مشکلات ماورایی شدیدی دارن، مخصوصا خانم خونه که مشکلاتشون زمان زیادیه که داره اذیتشون میکنه. حالتون خوبه؟ سلامتی؟ میخوام برام تعریف کنید که از کجا شروع شده و چرا احساس میکنید مشکلات ماوراییه و از کجا اصلا شروع شده؟ از بچگی بوده؟ توی زندگی بوده؟ چی شده که من با آقام وقتی عقد کردم، یه شب روز چهارشنبه بود. روز چهارشنبه من و مامانم تو خونه تنها بودیم. بابام هم شب کار بود، من رفته بودم حموم. رفتم حموم، اومدم بیرون، رفتم بخوابم. یهو یه چیز سفید رنگی دیدم. بعدم دیگه حالیم نشد چی تو تنم هست. میدویدم این سمت و اون سمت، به هر کی از فامیلام زنگ میزدم، به آبجیام زنگ میزدم، میگفتم آبجی حلالم کنی، من میخوام برم، دارم میرم. به دامادم میگفتم دامادم منو حلال کن، من دارم میرم، برای همیشه دارم میرم. فقط میدویدم. مامانم هی منو میکشون، هی صلوات میداد، هی آیه میخوند، هی میگفت دخترم تو چرا یهو اینطوری شدی؟ اصلا من نمیتونستم به مامانم بگم چی دیدم. از همون روز که ازدواج کردم بله رو گفتم، همین شکلی شدم. شروع شد. الان دخترم 17 سالشه. 17 سال من همین عذابو دارم میکشم. 17 ساله بعضی وقتا حالم بد میشه،
حتی خانواده‌ام منو بردن دکترها میگفتن استرس عصبیه. اون لحظه اول یه روح سفیدی دیدید رفت سمت اوپن خونه مامان، رفت توی بدنتون یا فقط دیدینش؟ نه، رفت سمت آشپزخونه ما. بعدن به همه میگفتم دارم میرم. نه که یه بار اینطوری شده باشم، اما چندین بار شدم. خونه مادر شوهرم مثلا با هم مینشستیم میخندیدیم، یهو قلبم میگرفت، یهو حالم میگفتم دارم میرم همه میگفتن این عروسمون مثلا اینطوری میشه، مثلا حالش بد میشه، نمیدونم فلان مشکل داره. اما اصلا مشکلاتو میچسبونم بهتون، مثلا مشکل روانی داره فلان. بله. بعد این داستانا بعدن یا مثلا میگفتش که این چند وقت پیش که مثلا حالش بد شده بود، رو ایوون بودیم، حالش خوب بود، یا گفتش که من اصلا تپش قلب گرفت یا قلبش درد گرفت و گفتش که انگار که منو دارن توی تونل سیاه دارن میکشن میبرن، که من بعد افتاد پایین. موقعی که البته خودشون یادشون نیست، من و دخترم بودیم اون لحظه، موقعی که افتاد پایین داشت اینجوری به حالت تشنج از زمین بلند شد، بعد خودشون میکوبید به زمین. از زمین بلند شد؟ دیگه بلند میشد خودشون میکوبید. من اگه اون حالو پیدا کنم، من ناخونامو دوست دارم بلند کنم، ولی به خاطر اینکه اون حالو پیدا میکنم اذیت میشن بچه‌ها. من میگم کمکم کنیم، میفته تو جونشون. خب این علامت ناخونام. میگم منو کمک کنی، من دارم میرم. دو سه تا مرد زور میگیره به خودش. بله. وقتی میاد آدمو میگیره. بعد اینو بهتون بگم، وقتی این آقا میخواستم بیان خواستگاریم همسرم، با آبجیشون رفتم پیش یه رمال، میخواستم ببینم که من دختر مناسبی هستم برای اصلا زندگی باشون. این آقا بیرون بود، خواهر شوهرم رفتن تو. بعدن که دیگه نمیدونم، همون دوران من همینطوری شدم، نمیتونم بگم از اونجا شروع شد. من که بهتون بگم که تو خانواده شوهرم دعا خیلی حرف میشه، دعا خیلی میکنن. همسر داداشم آره، یعنی تو خانواده من 17 سالگی ازدواج کردم، من اصلا نمیدونستم دعا چیه، سمت دعا رمال نمیرفتیم، اصلا خانوادگی پیش رمال نمیرفتیم. جاریم رمال خودش دعا انجام میده. بعدن که این چیزایی که به شوهرم من قبلا میگفت، این اتفاقا برای چند سالی افتاد. میگفت مثلا تو از عزیزی پرستاری میکنی، اون عزیز میمیره. بعدن یکی از عزیزان خانومت که اونم دوست داشت اونم میمیره. همطوری اتفاق افتاد. هر چی میگفت اتفاق افتاد. اتفاق افتاد. دیدم من به همسرم میگم همون چیزایی که به من میگفت اتفاق برام افتاده. این بعدن وقتی اون حالو پیدا کرده بودم، چندین مثلا فامیلامون، مامانم، دامادم، آبجی دومیم، منو مینداختن تو ماشین میبردن پیش رمال آقا پویا. مثلا من حالیم نمیشد، پیش دکتر نمیبردن، پیش دکتر میبردن، اونا سرم بس میکردن، آرام بخش میزدن، من میخوابیدم، دوباره فردایش بلند میشدم، دوباره استرس داشتم، قلبم میگرفت، دوباره میخواستم فرار کنم. حتی به پسر همسایه که مامانم کوچه قدیم اونجا زندگی میکردن، الان خونه رو فروختن، جای دیگه رفتن. همونجا به همسایه پسرم میگفتم حالم بده، میای منو ببری دکتر، دارم خفه میشم، دارم میمیرم. اونم چند بار همسایه اومدن منو بردن دکتر، اونقدر حالم بد میشد. پدرم فوت کرده خدا بیامرز، گفتش که آقا ببریم امام رضا یه زیارت کنیم، شاید مثلا این خوب شد. امامزاده عبدالله بود. داشتیم تو مسیر مشهد که بودیم، یه باقی هست امامزاده عبدالله تو ساریه فکر کنم، اونجا یه چند تایی از این فالگیرا نشسته بودن. انگار که مثلا یکی رو شما چندین سال بشناسی. من و خانمم داشتیم قدم میزدیم، یهو از دور اینجوری ما رو نشون کرد، اومد گرفت دستم و گفتش که تو با خانومت مثلا این مشکل داری، بابت این داری میری زیارت. انگار که میدونست مثلا آقا ما مشکلمون اینه، به خاطر این داریم میریم زیارت. که خانمم متعجب شد که مثلا این چجوری فهمید و فلان. اومد گفتش که مثلا شما یه دعای سنگین داری. بله، من باید احتمال داره بمیری. آره احتمال مرگ داره و فلان. برداشت مثلا یه سبزی رو 3 تا گره زد. یه سبز رو 3 تا گره زد، ما بین دستای من و همسرم گذاشت، دست خودش هم گذاشت. گفت اگه این گره ها باز بشه خانم تو حالت خوب میشه، اگه گره ها باز نشه حالت مثلا دیگه نمیمونی، میمیری.
تا اینکه که ما دست اونو باز کردیم اون گره ها باز شده بود. بله باز شده بود. 2 سال پیش من هر چند وقت یه بار که مثلا 1.5 ماه پیش رفتم پیش رمال، نمیدونستم دعا رو گذاشتم لای شناسنامه. یه زمینی داشتن تو دهات، قرار بود اون زمین چندی سال قراره به فروش بره، نمیره. با جناب من برگشت گفتش که من یکی رو میشناسم تو یکی از شهرهای اطراف، ببینیم پیش اون یه دعایی بکنه و فلان، شاید مثلا این زمین به فروش بره. که اینا رفتن باشون، اون برگشت یه چند تایی دعا داد، خانمم گذاشت تو شناسنامه‌اش، اون گذاشت تو کیفش. من داشتم برنامه میدیدم. یهو از اون شب به بعد دوباره این حال عقدش شد. یعنی ما یه مدتی بود فقط مثلا دعوا داشتیم، همش مثلا سردرد داشتیم، یا دخترم سردرد چند سال داریم. بذار خودشو بگه. سردرد من چند سال الانم که دختر من مثل نقل و نبات شده این آستامینوفون برای ما. سردرد شدید، خیلی شدید. میگیریم یا خوب میشه، یا دوباره میگیره یا خوب میشه. بعدن داشتم برنامه میدیدم، نه عصبی شدم نه هیچ. یهو بلند شدم گفتم دخترم من حالم داره بد میشه. آقا میگه حالم بد میشه، چجوری میشی؟ عصبی میشم، نمیخوام صدایی بشنوم. هیچکی نباید این دقیقه سر چیزی حرف میزنه، هیچکی نباید حرف بزنه. من شروع میکنم به بد و بیرا گفتن، خوش میگی بد و بیرا گفتن. یا منو باید برسونن توی زیر آبی، یا منو باید اون دقیقه تنها بذارن، من هیچ کس رو نبینم. بعدن هر وقتم آقام سوره ها رو بلند میکرد، آیه ها رو بلند میکرد، چون عادت داره من اینطوری میشم، چارقل رو میذاره، آیت الکرسی رو میذاره. من اون دقیقه بازم بد و بیرا شروع میکردم، میگفتم بدتر میشدی. آره بد و بیرا رو شروع میکردم. آقام چیکار میکرد؟ کمش میکرد که من آروم بشم، دوباره شروع میکرد. مثلا میگفت آروم شدی، دوباره اونو بلند میکرد، دوباره اونو بلند میکرد، تا اینکه همینطوری شد. من مثلا بیرونم سر کارم، خانمم مثلا دم به دقیقه زنگ میزنه که مثلا دلتنگی و فلان، ولی وقتی میام خونه اصلا میشیم 2 سال پیش تشنج کرد. چه شکلی تشنج کرد؟ سالم بود، اومده بود خونه ما، خرید کرده بودیم، آورده بودیم بهش نشون بدیم. یهو گفت سردرد دارم بیا منو برسون دکتر. یهو من رفتم به آبجین بگم که میخوام آقامو ببرم، بغل هم خونه گرفته بودیم، گفتیم که میخوام آقامو ببرم دکتر. آقام از جلو افتاد پایین. دخترم اگه نبود تمام دماغ صورت آقام همه خورد و خمیر میشد. آقا پویا همون دقیقه آقام گفت که اون نور رو میبینی، من میخوام باش برم. این آقام میگفت میخوام باش برم. خدا شاید همسایه هم خونه من جمع شدن، اورژانس هم اومد، بردم بیمارستان. گفت میبینی پنجره هم همه حفاظ زده بودن. آقا میگفت ببین داره منو میبره. میگرفت این حفاظ رو میخواست بره. همسایه ها میکشیدن، آقا میخواست بره، میکشیدن، آقا میخواست بره. از این حالا خیلی ما پیدا میکنیم تو خونه. الان که بچه‌م هم چند روزه اینطوری داره میشه. چجوری میشه؟ دست و پاش سرد میشه. بهش میگم ماما اون دقیقه خالد داره میره، تپش قلب میگیره، پشت قلبش میگیره. میگم صلوات بده ماما، شروع کن چارقل. دخترم من لال میشه اون دقیقه، اصلا حرف نمیزنه، یهو میزنه زیر گریه. بعدن تو خواب آقام اومدن گفتن اگه شما بیاین من بیام. بله اگه شما بیاین دخترتو اذیت میکنی. از اون روز به بعد دخترم سردرد میشه، قلبش میگیره. حتی دیشبم آقام دیدم توی خواب ناله میکنه، دوباره صداش کردم، گفت دوباره دارم خوابای بد میبینم. چه خوابی میدیدی؟ همین تو خواب دیدم که 3 سایه سیاه بلند، صورت نداشتن، فقط سایه سیاه، که میگفتن که اگه مثلا اون روزی بود که بهتون پیام داده بودن پویا بیاد، اگه اسم نبود ولی گفت که تو رفتی بهش خبر دادی که بیاد، ببین بیاد من با دخترت چیکار میکنم. که از اون روز به بعد دخترم همش سردرد میگیره. من هر خانواده‌ای که میرم اتفاق میفته، قبلش تهدید میکنن ولی بعدش که میرم تو خونه پاکسازی انجام میشه دیگه راحت میشن و از بین میره کامل. که بعد اون یه دختر همش سردرد میگیره، قلبش میگیره، یه گوشه میشینه، بغض میکنه، گریه میکنه، میگه اصلا کاری به کار من نداشته باشین. بعد یه چند وقتی بود ساعت 3 صبح
بی دلیل من و خانومم بلند میشدیم آره، هراسون یا سر صدا میشنیدیم از تو صف، انگار که مثلا یه چند نفری دارن میدوئن، یا تو دیوار انگار که مثلا ناخن دارن میکشن. این خوابای ناجور میدیدیم، من مثلا خوابای بد میدیدم، خانومم خوابای بد میدید. خوابای جنسی هم میدیدی؟ من شما میدیدی؟ اذیتتون میکردن؟ بعضی وقتا. به چه شکل میومدن؟ به شکل آدم بودن. صورتشون معلوم نبود؟ نه، بعدم بلند میشدم یادم زیاد نمیموند. بعد بلند میشدید حس انزجار بهتون دست من همیشه سنگینی انگار شونام سنگینه، همیشه انگار دلم گرفته، قصه دارم، همیشه انگار گریه دارم. من همش ناامیده، همش گریه میکنه. آره من بیشتر وقت دلتنگ شوهرم میشم، بهش زنگ میزنم میاد خونه، دوباره جر بحث شروع میشه. اصلا بی دلیل دعوا میگیریم، بی دلیل. بیشترین چیزی که الان اذیتتون میکنه چیه؟ همین که حالم اینطوری میشه داره اذیتم میشه. چطوری میشه حالت؟ قلبم میگیره یا میفتم قش یا اون موقعی که اینطوری یا قش میکنید؟ دستشو اینطوری میکنه. آخرین بار که اینجوری شدید؟ 1.5 ماه پیش رمال رفتید پیش رمال، بعدش اینجوری شدید؟ آره. یه مشکل داشتم. دعا کجاست؟ همه رو آقام بردم ریختم تو آب نمک و سرکه و گلاب، خوب کاری کرد. بردم انداختم تو آب لبون. این بازم بار 100,000م که میگیم پیش رمال دعانویس نریم. من باز میرم خونه های مردم، باز میگن پیش رمال دعانویس رفتیم. بابا نرید پیش رمال دعانویس. هر کی رفته شاید 2 روز خوب بشید، بعدش دوباره حالتون بد میشه، بدتر از قبل میشه. موکل میفرستن تو خونتون، موکل میاد، خوشش میاد میمونه تو اون خونه، همراه خودش اجنه میاره، همراه خودش جنای کوچک و بزرگ میاره. خب شما گفتید خوابای بدم میدیدید، درسته؟ بعد تو خونه همش حالت دلگیری دارید. خدای نکره افکار خودکشی هم بهتون دست داده؟ نه. صحبتشو کرده ولی گفتم که دیگه غم و غصه دیگه از سرم هم داره زیاده میشه، اگه کاری بکنی احتمال داره خدا. باشون صحبت هم میکنی؟ نه اصلا. شده تو خونه ببینیدشون؟ ندیدم. گوشه چشمی چیزی؟ ندیدم اصلا ندیدم. یه سری من خونه نبودم، خانومم میگفت که با صدای تو مثلا از تو اتاق خواب صدای تو میومد که منو صدا میکردی، یا با صدای دخترم مثلا منو صدا میکردی. صبحی که دخترم میره مدرسه من میخوابم، انگار دخترم من صدا میکنم ماما بلند شدم گفتم جان بلند شدم دیدم دخترم نیست، رفته بود با سرویس، اصلا دخترم خونه نبود. یا اینکه مثلا یهو میبینم علی مثلا شوهرم منو صدا میکنه، یهو میگم بله، یهو میبینم کسی خونه نیست. که من رفتم چیکار کردم، 4 قول گرفتم، 4-5 تا آیت الکرسی گرفتم، زدم به آینه های خونه. از اون به بعد دیگه صدا نمیشنوه، یعنی که مثلا کسی صداش نمیکنه. ولی این مشکلات هست. دعا رو از من دور کرد، آروم شدم. اون دعا رو ازتون دور کرد، آروم شدم. درگیر بودیم ولی نه دیگه انقدر که دوباره مثلا بگه منو دارم میکشم میبرم، من یه تونل سیاه میبینم که من دارم. حالا دخترم هم دیشب سیاه میبینیم، میریم اصلا انگار داریم میریم. چیو میبینی یه بار دیگه بگی؟ چشامو اصلا قش میکنیم و همه جا سیاه میبینیم، داریم انگار میریم، دست پاهامون یخ میزنه. همین دیشب دختر من همینطوری شد، گفت مامان چشام داره سیاهی میبینه وقتی اصلا دارم میبینم. اصلا چشاش تو خوابی داری؟ آفرین. تو خوابی دارید میرید، دست پاهاش اصلا فلج میشه یخ. چهارشنبه همین شکلی شدم. یه موقعی مثلا خانومم یه خط در میون نماز میخونه، من ولی میخونم سر موقع. شما الان هر روز سر موقع میخونی؟ بله. این بنده خدا قبلا میخون، ولی قبل اینکه اینجوری دیگه حاد بشه قضیه‌مون، وسط نماز اصلا گر میگرفت، لپاش آتش میگرفت، اصلا میگفتم پنجره ها رو باز کن، دارم خفه میشم دیگه. الان یه چند وقتی که دیگه اینجوری جریان ما شدید شده دیگه، اصلا میگه من خودم آقا ما سمت نماز بردم، تشویقش کردم بیا نماز بخون، الان خودم دیگه نمیخونه. اصلا نمیتونی بخونی؟ 2-3 روزه نه، 2-3 روز سمتش نمیتونم. قبلش میخوندی؟ آره سمتش نمیتونم برم اصلا. میخوند ولی آتیش میگیره موقعی که داشت، حالش بد میشه. یعنی بدنتون گر میگیره؟ سردرد میگیرید، گر میگیره بدن؟ بله. دست پاتون چی؟ پام سرد میشه. پات سرد میشه. الان یکم پام سرد. پشت کمر بین 2 تا کتف درد میگیره؟ احساس خارش پیدا نمی‌کنی؟ بین اینجا
درد میگیره میماله. درد داره، خارش هم داره. خارش هم داره، درسته؟ نه تو نگه ندار، بده شوهرت نگه داره. هر حسی، ببین حتی فوش اومد بده، اشکال نداره. هر چی سردرد، معده درد، چش درد، هر حسی پیدا کردی به من بگو. اللهم اعوذ بك من شر السحر المكتوب اللهم اعوذ بك من شر كل الجن والانس والشياطين والاشرار الساكن في السماء والارض اللهم اعوذ بك من شر الساكنين البيوت اللهم اعوذ بك من شر الساكنين البيوت اللهم اعوذ بك من شر الساكنين البيوت اللهم اعوذ بك من شر الظلمات والظلمات اللهم اعوذ بك من شر الظلمات والظلمات اللهم اعوذ بك من شر السحر المحبوس في جسد اللهم اعوذ بك من شر السحر المحبوس في جسد اللهم اعوذ بك من شر السحر المخيف اللهم اعوذ بك من شر السحر المخيف في جسد اللهم اعوذ بك من شر السحر المخيف في جسد اللهم اعوذ بك من شر السحر المحبوس في جسد. اصلا خجالت نش، هر عکس العملی میخوای نشون بده. چی درد میکنه؟ کجا درد گرفته؟ پشتت، بین دوتا کمر، بین دوتا کتف. اینو من یه توضیح بدم. به سریا میگن که این کار جنگیریه. این جنگیری نیست، این برون ریزیه. باد جنه، برون ریزی بهش میگن. جنگیری همچین چیزی نیست. این کار جنگیری نیست و هر کسی هم نمیتونه جنگیری کنه. اون داستان کلا فرق میکنه. این بهش میگن برون ریزی. باد جنایی که توی بدنه رو بیرون میریزی. جنگیری داستانش کامل فرق میکنه. چون اینا جنای کوچیکن، اون شیاطین و اجنه بزرگ نیستن که فکر کنید توی بدنشونن. نه اجنه کوچیک کم سن و سال باد جنن که میان اذیت میکنن، با برون ریزی درست میشن، ولی رو اصولش. اللهم احفظنا من شر الارواح المجوسين اللهم احفظنا من شر الارواح المجوسين ولی عصبی میشی؟ مزه باشه، تحمل کن، مزه باشه. قصه چیه؟ خسته دارم میشم. خسته داری میشی ها؟ خوابت داره میگیره. آره؟ گریت هم خواست بگیره، اشکال نداره. گریه کن. بسم الله الرحمن الرحیم. برون ریزی از لحاظ گریه با گریه هم میشه. نیازی نیست نزدیک گوشش بگیری، همینجا بگیری کافیه. لا تقربوا ولا تفصحوا ولا تزرعوا قائدا ولا قائما ولا في اكل ولا في شرب ولا في اغتسال. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بك من شر الدياش والاباليس. سنگینی از تو معده، از تو معده، درسته؟ بله. یه سطر رو من میاری؟ والشاهد والظاهر نحن لا حول ولا قوة الا بالله. انا اشهدكم بعهد الذي اخذ عليكم سليمان بن داود يا معشر الجن اني اشهدكم بعهد الذي اخذ عليكم علي بن ابي طالب عليه السلام ان تخرجوا وترحلوا ان تخرجوا وترحلوا ان تخرجوا وترحلوا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشر والجن والإنس أعوذ بالله خوبه؟ خوبی؟ الان 2 شبه بهتری؟ چت میشه؟ سرگیجه؟ دستتون نگه داره. خب بریم یه ارتباط بگیریم. خب برای من بگو ببینم حالت چطوره؟ بهتری آره؟ یه خورده سبکتر شدی آره؟ ببین محتویات داخل معده بالا نمیاد. خب اونی که بالا میاد اگه بالا آوردنی باشه محتویات داخل معده میاد دیگه. این توش دیدی که محتویات معده نبود. خب بهش میگن آب و خون یا آب و زهر بهش میگن. این اجنه کوچیکی هن که تو بدنشونن، کامل آوردیمشون بیرون. این از این. حالا بیا بشین دادش، این از مال شما. اینا دیگه به هیچ عنوان تو بدن. حالا یه سری کارا میکنیم که دیگه وارد بدنت نتونن بشن. این کارا از همه مهمتره، اون کارا از همه مهمتره. خب حالا یه ارتباط میگیریم ببینیم که از کجا اومدن، چیکار کردن، برای کی آورده. خواهش میکنم با من ارتباط بگیرید. یه بار دیگه واضح، یه مقدار طول میکشه اولش، یه بار دیگه واضح براتون بخورات دود کردم. میتونید با من ارتباط بگیرید. یه زنگ و بله. وجودت تو این خونه برای چیه؟ جن شنیدید؟ بله. جن. خب میدونیم جن هستید، ماهیتتون جنه، ولی خب از چه قبیله‌ای هستید؟ گفت اترد. چند تا هستید؟ ده تا. کسی آورد؟ کی آورده نمیشه فهمید. چه کسی آورده شما رو تو این خونه؟ چه کسی باعث شده شما بیایید تو این خونه؟ داره اولش. میتونی اسم به ما بدی؟ چه قشنگ یه چیزی دیدم رد شد. دارم حضورتون اینجا احساس میکنم، میبینمتون. میتونی اسم به ما بدی؟ میدونیم از قبیله اتردید و جنید. یه اسم به ما بدید. یه اسم به ما بدید. یه اسم واضح به ما بدید. گفت غلام. خواهش میکنم یه مقدار واضح‌تر به ما بگید. اسم به ما بدید. نمیدونم اسمو سخت میشه ازش گرفت. آیا با طلسم اومدید یا با جادو اومدید؟ با چه چیزی وارد این خونه شدید؟ با طلسم وارد این خونه شدید؟ بله با طلسم. دیگه خیلی واضح داره. بله. با طلسم مرشوش وارد این خونه شدید؟ بعضی موقع زن جواب میده، بعضی موقع آره با طلسم مرشوش شدید؟ با طلسم مرشوش وارد این خونه شدید؟ با طلسم مرشوش وارد این خونه شدید؟ چی گفت؟
نویس شما رو باعث شده ورود کنید به این خونه؟ برمو چی میخواین؟ چی میخواین از جون این خانواده؟ چی میخواین از جون این خانواده؟ چی؟ دک گو بچه گو بچه میخوام؟ بچه رفقای عزیز، داستان این خانواده یه خانواده خیلی خیلی عجیب غریبن که من هر چقدر بیشتر زوم میکنم روی داستان این خانواده بیشتر عجیب میشه برام. چرا عجیب میشه برام؟ اولش که ارتباط میگیریم موجوداتی که توی خونه هستن هی دارن میگن مو ما متوجه نمیشیم، هی دارن راجع به دختر بچه صحبت میکنن. حالا آخرش کامل متوجه میشید که چرا راجع به دختر بچه صحبت میکنن. به احتمال خیلی زیاد یه رمال یا یه دعانویس اومده توی این خونه از موی این دختر بچه کنده یا موی این دختر بچه رو یه جوری گیر آورده و رفته روش طلسم زده. دختر این خانواده به شدت میترسید، یعنی باورتون نمیشد چقدر میترسید. موقعی که من وارد اون خونه شدم سعی کردم آرومش کنم، براش حفاظ زدم، براش حصار زدم که بتونم یه مقدار آرومش کنم. حالا آخر ویدیو خودتون متوجه میشید که چجوری کامل ثابت میشه بهتون که این موجودات کار اصلیشون با دختر بچه است، با دختر این خانواده است. برای همین هی توی ارتباطشون میگن مو، دختر بچه، یه چیزی راجع به اون دختر بچه میگن، ولی ما اونجا متوجه نمیشیم. توی ادیت تازه متوجه میشیم که داستان از چه قراره. بس داستان اصلی این خانواده روی دختر بچهشون داره میچرخه. میگم الان چند دخترتون اذیت میکنه، بچه‌تون رو میخواد. کامل گفت بچه حالا خب ما چیکار کنیم؟ که دست از سر ما بکشیم. با پاکسازی از بین میره، نمیتونه، دستش به بچه نمیرسه. بچه رو میخوای چیکار؟ با بچه چیکار داری؟ میخوای از انرژی بچه تغذیه کنی؟ واضح به ما بگو، بهت چیزی میدم که دوست داشته باشی. آیا میخوای از انرژی بچه استفاده کنی؟ آیا انرژی بچه میخوای استفاده کنی؟ بله. منم گفتم دیشب یهو حالش بد شد. بچه رو میخواد، دختر بچه شون رو میخواد اذیت کنه. الان هم دختر بچه شون حالی زیاد مساعد نیست، با اینکه من یه چیز براش خوندم، ولی خب حالی زیاد. الان خوبه؟ میشه اسم به من بدید یا اول اسمشو بگید، کسی که رفته پیش دعانویس. تو متوجه نشدی؟ امید گفت اسمشو خواهش میکنم اسم به ما بده. امید؟ یک بار دیگه به ما بگو. امید. کسی که این دارو زده، این طلسمو زده، اسمش امیده یا اون کسی که رفته پیشش امیده؟ شاید هم اسم شناسنامه‌اش امیده، شما نمیدونید. ما چیکار کنیم برن؟ امید آقا فامیل نداره. تعدادتون رو یک بار دیگه به من میگید چند تا هستید؟ الان حضورتون تو این خونه، تو این اتاق، حضورتون چند تاست؟ آیا از بدن این خانم اومدید بیرون یا نه؟ واضح بگو. بله. 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 بدن شما اومده بیرون. احساس آرامش دارید، درسته؟ احساس سبکی دارید، درسته؟ الان همون فکرش درگیر امید، درگیر بچه ای، درسته؟ امید رو برام در نمیتونی بیاری. امید حمیده. چه اسمی بوده که شما رو وارد این خونه کرده؟
حمید 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 گفت. حمید کامل گفت حمید. نه امید بوده نه حمید امیر بوده. حمید 3 بار 4 بار گفتش اینو. حمید کار دارید با دختر خانواده؟ جونش چی کار کنی؟ جونشو که نمیتونید بگیرید، با پاکسازی از بین میرید. نمیتونن قلدر بازی در میارن و دروغ میگن. با عقیقه از این خونه میرید بیرون با عقیقه. بله من آقویا یه چند وقت پیش به قربانی میره. حالشون خیلی بدتر شده بود، رفتم یه خروس سیاه گرفتم به نیت اینکه مثلا این سنگینی اینا از خونمون مثلا رفت. اومدم تو حیاط وقتی این که بلبله همیشه میخونه؟ بعضی وقتا میبینی الان شروع کرده. اومدم تو حیاط وقتی سرشو بریدم، خانواده اصلا چشش به اون خونه افتاد، گفتش که اصلا یه سبکی بهم که بعد عقیقه بدید. عقیقه گوسفنده و آداب خودشو داره، اونو بهتون میگم بعد چیکار کنید. بعد برید پیش کسی که عقیقه کاره و کارش اینه. سوال دیگه هست بپرسیم؟ میتونی به ما بگی که کجای این خونه طلسمی چیزی هست؟ میتونی به ما راهنمایی کنی که کجای این خونه هست؟ کجا؟ گفت این صداها نمیذاره بیشتر. کجای این خونه طلسمی چیزی پیدا کردیم؟ اون دره رو میخوایم ببندیم؟ اون چراغ اینا رو خاموش کن. نه صدای موتور و اینا میاد. درم ببند خاله. پنجره ها رو ببند. برنج نگاه کنید. کجای این خونه چیزی قایم کردید؟ زیر تخت. کامل گفت زیر تخت. برو اون پایه هاش همه رو در بیا. زیر تخت کدوم قسمت؟ نمیتونم. بیا بریم دنبال من بیا. بابا آیا زیر تخت بوده؟ زیر تخته چیزی که آیا زیر تخت قایم کردی؟ بله زیر تخته. 2 تا تخته. آیا تخت این اتاقه یا اون اتاقه؟ اگه این اتاقه ما بگو زیر تخت این اتاقه. زیر تخت این اتاقه. زیرش من که دیروز تمیز اینو باید بلند کنید بعداً کارش انجام بدید. بهتون میگم چیکار. نگاه کن اینجاش من دیدم یه جوریه، من فکر کردم اینا رو دستکاری کردن. الان چند باری میخوام اینا رو در بیارم. با اینا بعدن در بیاریم که اولا نگاه میکنم. اون آخه ببین که حالا من چیز میارم، یه دستگاه دارم تلسم و این چیزا رو پیدا میکنه. میخواید چراغا رو روشن کنید؟ آره چراغا رو روشن کنید. آیا از زیر تخت اگه ورش داریم شما از اینجا میرید؟ اینجا گرفتار شدید؟ آیا گرفتار شدید اینجا یا با میل خودتون اینجایید؟ گرفتار شدیم. گرفتارن اینا دیگه. در این حد واضح، اولی اونقدر واضح نگم میل، ولی گرفتار شدید و خیلی واضح تر گفت. گرفتار شدن. خودشون هم مایل نیستن اینجا باشن. به خاطر طلسمی که تو این خونه هست، به خاطر اونه که اینجا گرفتار شدن. گفتم یه سنجاقی ما پیدا کردیم تو حیاط. بعد اون که اونو پیدا کردیم یه چند روز بعد تو انباری دوباره روی یه ابری که اصلا مال یه اسفنج دوباره یه سنجاق دیگه هم هست. الان هست. شما یه دقیقه بیاین، شما جفتتون بیاین اینجا وایسی. اینجا شما این میتونی به ما نشون بدی که طلسم دیگه تو این خونه حضور داره یا نه؟ میتونی به ما جای طلسم نشون بدی؟ من راه میرم، به من نشون بده.
زن هست. رو دختر خونه ای؟ الله اکبر. ببینید رو دختر خونه است. ببینید من هر جا میرم این برمیگرده رو دختر خونه. نگاه کنید هر جا میرم به والله قسم من هیچ تکونی نمیدم. نگاه کنید میره رو دختر خونه چون میدونه ترسیده. دختر خونه چون میدونه ترسیده میخواد ما رو گمراه کنه. میخواد ما رو گمراه کنه. از این ور بیا ببین، از اون ور برو ببین، از اون ور. جان این همون دعایی که حمید کرده. بله نگران نباش. یه دقیقه وایسا یه دقیقه وایسا به من نشون بده رو کدوم یکی از اعضای خونه ای. نکنی من هیچ تکونی نمیدم. اصلا خدایا یه تکون نمیدم. خب من یه کاری میکنم. فرز امام جواد و نه اینه ببن به دستت. خب حالا ببینم میتونید نشون بدید. نه اصلیش هم پره، اصلیش هم زیاده. نه به خونمون ربطی نره. نه اصلا باید رو پوست آهو باشه توی نقره. بازم به من نشون بدید. میدید هرز امام جوادو که انداختم دیگه سمت دختر خانواده نمیره. کامل نشون بده به من. ببین این از این جداه دیگه. نکنید این از این جدایه. من نمیتونم اینو کنترل کنم. نشون بده به من. این سمت تخت رو نشون میده. زیر همون تخت است. زیر این تخت است. هم توی اسپریت باکس گفتش که زیر تخته که باید تخت رو بلند کنن، زیرشو با چیزایی که بهشون گفتم پاکسازی کنن که از بین بره. واسه دختر خونم بعد هرز امام جواد بگیرن. اگه یک بار دیگه سمت دختر خانواده است جرأت داری برو سمتش. هرز امام جواد بشه. ببینم میتونی بری. دوری میکنه. نگاه کنید اصلا برمیگرده این. حالا هرز امام بده. این هرز امام جواد برای همین میگم خیلی تاثیرگذاره. اگه اصلش باشه خیلی تاثیرگذاره. الان میتونید دوباره از اونور بگیر، از روبرو برام بگیر. الان به من نشون بدید کجای خونه اید. نکن تا اینو برداشتم دوباره برمیگرده سمتش. این دوتا چیز جداه. من نمیتونم اینو تکون بدم. یه جا دیگه میخوای بشین. برو اونجا بشین. به من نشون بده. چون توی اسپریت باکس هم گفتش که با دختر خانواده کار دارم، با جونش کار دارم و اینا. شنیدید درسته؟ به من نشون بده کدوم سمت هستی.
اینو بگی دستت. اینو بگی دستت. یه علنی خودتون دارید میبینید دیگه. دیگه این بچه چون ترسیده حاله دور بدنش ضعیف شده، برای همین هی دور بر بدن بچه دارن میچرخن، ولی من یه کاری میکنم که دیگه دور بر بدن بچه نچرخه. الان به من نشون بده کدوم وری. نشون بده. ببینید نمیره. حالا همون هرزو بده به مامانت. یه ذره دورتر وایسید شما. به من نشون بده کدوم برید. قدم بر نداشته میره. نگاه کنید تو رو قرآن. خب من یه کاری میکنم. مو اسپره بده من. حالا من یه کاری کردم، یه مندل دورش زدم، یه حفاظی دورش زدم. ببینید بازم میرن سمتش. میخوام بهم نشون بدید که کدوم ور خونه اید. دیگه نمیتونید به داخل مندل. نه کور خوندید. میخوام بهم نشون بدید کدوم ور خونه اید. سمت دختر خانواده هستید یا نه؟ مندل زدم، حفاظ زدم براش. میخوام بهم نشون بدید کدوم ور خونه اید. سمت دختر خانواده هستید یا نه؟ اون دفعه قدم برنشته میومد. نگاه کنید دوری باره میکنه. آقا ببینید دور شده ازش. ببینید برعکسشو نشون میده. این از این دیگه سمتت نمیره. نه این رد بشید. بلنشید رد بشید از روش. رد بشید. آها یکی، این دوتا، این سه تا. تمام. احفظو. اینی هم که میزنم به اضافه است، صلیب نیست. یه سریا گفته بودن صلیبه. خونه پاکسازی میشه از اجنه، افریت، عفارید، ما در اصلی خونه. در اصلی اینجا چه قشنگه. در اصلی خونه رو میزنیم. داداش اون کوتاه بگی داداش، حق ورود به این خونه رو ندارید. تمومه. خب رفقا پاکسازی تمام شد. خدا رو شکر به خوبی پیش رفت. حالتون بهتره؟ خدا رو شکر.
تشکر میکنیم. ممنون. حالتون نسبت بعد بروریزی حالتون بهتر شده نسبتاً بعد اینکه پاکسازیشون رو تکمیل کنن، طول درمانشون رو تکمیل کنن، هم خودشون هم دخترشون حالشون خیلی بهتر میشه. حالا واسه دخترشون این سری کارا انجام دادم که به مرور زمان بهتر میشه. این چیزی نیست که یک روزه اومده باشه و یک روزه بخواد بره. اون کار دهان‌نویس و رمال و این چیزاست. کارهایی که رو اصول و درست حسابی باشه طول درمان داره و طول میکشه. مراقب خودتون باشید، همیشه سالم باشید. یا علی. Dances with the devil. Your power isn't special. We don't fit on your